فیت جنجالی محسن لرستانی و پوریا پوتک داخل رپ حواشی امروزمون از فیت لرستانی و پوریا پوتک تا عزیزم ترک بعدی پوریا پوتک که میگم فیت با تراویس اسکاتر رو داریم. اینم بهتون بگم راجع به حواشی مشکی و حواشی که دیشب اتفاق افتاد بازم بهش میپردازیم و داخل این ویدیو بهتون نشون میدم چه اتفاقاتی افتاده. بدون هیچ معطلی تا آخر این ویدیو همراه من بمونید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من محمدم و اینجا رپ تایمه. توتونای گیم بابت دیروز واقعا عذرخواهی میکنم که ویدیو نتونستیم بذاریم چون یه شرایطی پیش اومد دیگه گفتیم حالا امروز حواشی دفعه جمع کنیم و با هم دیگه به این حواشی حالا ریاکشن بریم و ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. داخل این ویدیو بگم به چیا قراره حالا واکنش نشون بدیم و چیا رو قراره بهتون نشون بدم. اولیش که بچه‌ها فیت محسن لرستانی با پوریا پوتک، دومیش ترک بعدی پوتک با ببین میگن یکی یا بعضیا میگن خب با سپیه، یه سریا میگن حالا با تراویس اسکات. ما قراره بریم اینو با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم واقعیت با کیه. خب و اینورم بچه‌ها یه دونه فیت جنجالی دیگه داریم مثل ویناک و رامن تجنگی، یه دونه فیتر که دیدی یه فیت جنجالی دیگه با یه شخص دیگه داریم که اونم داخل این ویدیو قراره بهتون بگم که طرف کی هست. و اینورم حمایت پاپخونه از امیر تتلو که نشون میدم چند تا الان حمایت کردن چون یه ظاهرا یه فیلمنامه کوتاه دارن یکی از پاپخونا درست میکنه واسه تتلو، این چیزی که من میدونم. و در آخرم دعوای مشکی و تیمش و قضیه‌ای که ناموسی شده مثل اینکه. بچه‌ها بریم سر صفحه لپتاپ تا بگم چه اتفاقات عجیب قراره بیفته. فقط قبل اینکه بریم سر صفحه لپتاپ یادتون نره چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو حتما بزنید و اینکه چنل تلمون رو یادتون نره حتما تو جوین بشید بچه‌ها، چون تو چنل تل اگه جوین بشید همه خبرها همه چیزا رو واسهتون ثانیه‌ای چی میذاریم. دقت بکنید دیشب مثلا همون لحظه که مشکی راسا رو فالو کرده اون واسهتون گذاشتیم، یعنی دعوایی که اتفاق افتاد بعد دیگه برگشت برداشتن هم دیگه رو فالو کردن و احتمالاً دوباره قراره بک بزنن، میدونید این داستان. و بچه‌ها داخل چنل مشکی هستیم. خب چنل مشکی یه چنل عجیبیه، یعنی نمیدونم دهن سرویس بکنم مودی شده یکم. خب جوریه که مثلا هی وایس میذاره پاک میکنه هی ناموسی میکشه. ناموسی البته به کسایی که بد میگن، به بدخواهاش و الکی نمیاد رو رفیقاش پوش بده. خب و خلاصه این وایس آخریش جای ببین خونه‌تون که هیچی، سعی کنید دور اطرافتون همسایه هم نباشه، میدونید اینجوری گوش بدید. خب واسهتون وایس رو 100% میذارم که چه اتفاقی افتاده و دیگه زیاد چیز خاصی هم نداشته. یه دونه در مورد بهش میگفتن خیانتکار توضیح داده، یه دونم که زده که چنلم هست که 11 کام ویو خورده و چنلش داره نابود میشه دنسر با همین کارایی که داره میکنه. 53 4 کا بود ولی با این حرکتایی که داره میزنه هی پاک میکنه هی دوباره اوکی میکنه چنلش رو داره یه تنه به گا میده. امیدوارم زودتر اوکی شه. چنل راسام اتفاق خاصی نیفتاده از حالا اون دور همی که با بچه‌ها داشتن و کنسرت زیرزمینی که داشتن، حالا عکس و فیلم گذاشته و چیز زیادی نذاشته، هموناست دیگه. واقعا من دیگه چیز زیادی متوجه نشدم ولی خب اتفاقاتی که افتاد دیشب همتون دیدید دیگه. ما تک تک اینا رو واسهتون گذاشتیم داخل کانال که میتونید با مراجعه به اون بخش بالای کانال قشنگ متوجه بشید چه اتفاقاتی افتاده. خب قشنگ ببینید اینجا داستان راسا و مشکی بود که من یه دونه اینو بچه‌ها بزنم واسهتون ببینید چه اتفاقی افتاده. خب اینجا ببین گفته که من با بچه‌هایی که حالا خودیان اصلا مشکلی ندارم، بالاتر هم که اصلا هیچ واکنشی نشون نداده راسا و همین دیگه. کلشو بخوام بهتون بگم داستان همین بود. اینجا یه لحظه چنل مشکی انگار پاک شد. من رفتم گفتم چنلت پاک شده، برگشت گفت که این نقطه انداخت تو چنل گفت که پاک نشده، پیاما رو پاک کردن رفته زیر میره دیگه. کلا چون پیامای چنل دیگه انقدر پیام دارن که دیگه چنل پیام نشه باشه میره آخر تو پینم باشه میره آخر چون چنل مشکی پینه واسه من. خب و خلاصه این تا اینجا کار راجع به مشکی و تیمش و دو تا وایسش هم واسهتون میذارم با دقت گوش بدید. حواشی زیادیشو تو چنل تلگرام با آیدی رپ تایم او آر جی، ببین یه دونه بزنم رو چنل باز میشه رپ تایم او آر جی، دو تا جی آخرشه که اینم داخل کامنت ها باز پین میشه که میتونید دنبال کنید. برسیم بچه‌ها به داستان پوریا پوتک. بیایم پایینتر چنل پوتک رو ببینیم. پوتک دیشب نمیشه مادرم داره میاد بچه‌ها. ببین مادر پدرش خیلی وقت تو ایرانن و بعد از فکر کنم نمیدونم 10 سال یا 12 سال از اولین ویدیو یوتیوبش باید این چیزو متوجه شد. خب پدر مادرشو داره میبره پیش خودش و اونجا قراره زندگی کنه. یعنی پدر مادرش عاشق ایران بودن و پوتک هم حالا این دوران نتونسته بود بیاردشون. فکر کنم این مشکلات خانوادگی چیزی وجود داشت نمیدونم، ولی قرار شده که پوتک بیاردشون و مادرش رو بیاره و با مادرش یه ویدیو بگیره. اینکه مادرش پاش رسید به اون کشور کجا زندگی میکنه، کانادا یا آلمان، دقیقا من نمیدونم. خب
این تا اینجای کار بچه‌ها. برسیم سراغ استوری جنجالی محسن لرستانی برای پوریا پوتک. خب محسن لرستانی این روزا خیلی تو جامعه‌های مختلف بچه‌ها ترند شده، مخصوصا جامعه رپ فارسی، یعنی همه دوستش دارن. کل چنل‌های رپی وقتی ترک میده پوشش میدن، لینک دانلود هم تازه نمیزنن. خب نوشته محسن لرستانی بدون اتو تیون. خب بعد اینجا خود آقای لرستانی اومده پوریا پوتک رو تگ کرده و نوشته عشق. خب یعنی واقعا این کار عجیبی بوده، چون مثلا با پوبون یادتونه میخواست فیت بده بچه‌ها که همچین اجازه‌ای بهش ندادن. خب هیچ استوری، هیچ چیزی نذاشت، فقط دایرکت خصوصی با پوبون حرف زده بود، اونم اومده بود حالا برداشت رو استوری کرده بود. یعنی هیچ واکنشی نشون نداد که آره تو فلان شخص هستی. و بچا تا اینجای قضیه این بود. و یه خبر دیگه راجع به پوتک بهتون بگم، دوباره قرار برگرده اوکراین ظاهرا. شاید بگید مثلا طرف خره میخواد برگرده اوکراین، یا مثلا نمیدونم کستخل شده میخواد برگرده اوکراین. نه، تو یکی از موزیکای فکر کنم شاخ قرمز بود اسمش اگه یادتون باشه، گفت من 1 میلیون بنه تو اوکراین، 1 میلیون دلار پوتک بنه تو اوکراین، یعنی تو اون بانک‌ها مونده بعد از اینکه حالا به اونجا حمله شده و دوباره قصد اینو داره برگرده اونجا و حالا نمیدونم برای زندگی دائم. اینو نگفته هنوز ولی احتمالاً اطلاع رسانی میکنه و نمیدونم واسه زندگی دائم فکر نمیکنم بره اونجا، ولی قطعا واسه اون 1 میلیون دلار پول بلوکه شدهش میره. و استوری محسن لرستانی هم دیدید که من حاجی حس میکنم این محسن لرستانی یه فیت عجیب و جنجالی با یکی از بچه‌ها داره. حالا من دقیق نمیدونم با کدوم از بچه‌ها داره اون فیت جنجالیو. و بچه‌ها دوباره رکورد شکنی پوریا پوتک. ببین 30 روز گذشته جستجوهای یوتیوب پوریا پوتک رتبه 19 هم آورده. خیلی رتبه خوبیه. خیلی ببین هیچ یوتیوبری رتبه نمیاره تو سرچ ها، ولی رتبه 19 هم تو سرچ آورده. خب مثلا ببین عبارت زن، کلمه زن 18 از پوریا پوتک 19 است. خب مثلا تلفن همراه 20 پوریا پوتک 19 است. یعنی خیلی بچه‌ها این حرکت واقعا، یعنی ببین کار هر کسی نیست دیگه، اینجوری بهتون بگم. ببین نه هیچ یوتیوبری، نه هیچ ریاکشن کاری، نه هیچ خواننده ای نتونسته اصلا بارد زیر 20 بیاد. شاید مثلا رتبه 72 مثلا تتلو باشه، ولی ببین الان رتبه 19 هم پوریا پوتکه. البته اینم بهتون بگم بچه‌ها این قضیه بعد از اون ترک امیری که خیلی بولد شد رو زبون افتاده. ترک امیری هم فکر کنم نزدیک 2 میلیون ویو رو خورده باشه دیگه، بازم بد نیست از 2 میلیون ویو. خب بازم اسم میکنم ازش کم استقبال شد، یعنی مردم ما اسم میکنم اون حدی که میخواستن حمایت رو بکنن از امیری که امیری داشته 6 7 میلیون ویو بخوره نکردن. البته امیری پروژه‌ای که به مرور زمان ویو میخوره، اینجوری نیست 1 میلیون ویو خود بس کنه، مثلا یعنی تا 1 سال آینده یو 7 میلیون 8 میلیون ویو میخوره. خب ولی سلطان ویوهای زیاد اونم با موزیک خالی بدون موزیک ویدیو فقط امیر تتلوه. من باهات قرم تتلو مگه اصلا موزیک ویدیو داشت 8 میلیون خورد؟ جدی دارم میگم، مثلا عجیب غریب اینجوری بهتون میگم. و این تا اینجای کار بچه‌ها. راجع به فیت پوریا پوتک هم اینو بهتون نشون بدم. توی یکی از ویدیوهایی که ساخته بود کامنت گذاشته. خب ببین نوشته که فیت تو راهه. خب ولی ببین اینجا یه مشکلی وجود داره بچه‌ها، اینکه با سپر خلصه که به هم زده دیسش کردن، با کچی بیت که به هم زده دیسش کردن، با پیشرو که بعید میدونم فیت داشته باشه. از این سمت دیگه کی مونده؟ بهزاد لیتو که به هم زده دیگه، رفیقاش همینا بودن دیگه، کس خاصی نموند که ترک بعدی فیت است. فکر نکنم بره با سپر خلصه و بهزاد لیتو یا باقی افراد حالا فیت بده، چون قدیم هم گفته بود که 2 تا فیت با سپر خلصه داره که الان این پیامو نوشته ذره مشکوک شده. ببین اگه فیتش با سپر خلصه بیاد بالا بدونید تمام اون ماجراهای امیری فیک بوده. جدی دارم میگم، مثلا دیس فیک بوده. خب هماهنگ کرده بودن برای بولد شدن امیری پوریا پوتک. اگه واقعا بیاد حالا با سپر خلصه فیت بده که بازم بعید میدونم چه اتفاقی بیفته. خلاصه داشته باشیم تا اینجای کارینو. بچه‌ها بریم موضوع بعدیمون راجع به فیت حالا رامین تجنگی و ویناک بود که الان ایسین با خواننده آهنگ میگفت موهامو زدم بهم میاد، یه زمانی ترند شده بود میگفت مگه زشت شدم نگام نمی‌کنی دلت، اون داستانمونه دیگه. قراره با ایشون فیت بده، یعنی دومین فیت عجیب غریب رپ فارسی و ایسین داره با ایشون میده. خب که قراره به زودی هم بیاد بالا، که اسم فیتم دکتر کامیسون هم زده، ایسین و میلاد. آره این قراره فیت بیاد بالا. البته فکر کنم ایشون قبلا با یکی رپرون فیت داده، اسمشو دقیق یادم نمیاد. عجیب ترین فیت دوباره، حالا اونو میشه تحمل کرد. این دیگه خیلی عجیبه، مگه کلا طرفو با یه آهنگش میشناسن دیگه، نمیدونم شاید بازم نه واقعا هر چی فکر میکنم مثلا بالاخره ترندم شده باشه دوباره که ما داخل اینستا میبینیم موزیکاشو همون با همون یه دونه آهنگ میشناسنش. یعنی ببین
تیتری که زده شد من این متن رو برداشتم و آوردم به شما نشون بدم چی بود؟ همین قضیه موهام زدن بود. هیچ آهنگ دیگه اشاره نشده بود و اینم پوسترشه بچه‌ها که میتونید ببینید دقیق. و بچه‌ها اینجا هم مسیح یکی از خواننده‌های پاپ اومده حمایت کرده که نوشته جایی که ثبات نداره نباید هنرمند باشه. خب منظورش اینه مثلا که تو ایران نبود اصلا امیر تتلو می اومد و هنرمند میشد. و فکر کنم مسیح و یکی دو نفر دیگه خب جزو محدود رپرایی هستن که از تتلو حمایت میکنن با اینکه مجوز دارن. ببین یعنی دمشون گرم جدی، این پاپ خونه با شرف همینه. هر لحظه ممکنه برن حمایتای غیر قانونی که دارن از امیر تتلو میکنن اون مجوزشون رو بگیرن باطل کنن و بکنن آره کارم نذارن کنسرت بذارن دیگه، ولی با این وجود دارن حمایتاشون رو میکنن. خلاصه بچه‌ها نظر شما فیت باحالی در میاد این قضیه که بهتون گفتم یا نه؟ نظرتون رو راجع به فیت پوتک و محسن لرستانی هم بنویسید. فکر کنم عجیب ترین فیت تاریخ بشه. با پول میشه ولی فکر کنم باید قید مجوز رو بزنه محسن لرستانی دیگه. بله دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. 2 تا ویدیو هم مثل همیشه این آخر میاد که میتونید یک کدومشون رو ببینید. دمتون گرم، با امید دیدار.